کتاب پجار The Warm Breeze of Balochistan and the East African Baluchis. این کتاب واجه کاردوک نوشتگین کتاب این که انگلیسی ها نویسگ بودگ و من پا بلوچی آی نام ای دولا رجان کتگ بلوچستان وحشین سیله و رو درد کی افریقای بلوچان. واجه جعفر محمد قادر بخش که کاردوک نام مشهورین امریکای کنزاس دانشگاه و هلند امسکو دانشگاه ها مدیریت رهبندا وانتگ هنو دارالسلام دانشگاه ها پروفسور و هتلداری و بزنس وانی نگاین. آیا دو بچک یک جنکی هست که جنک گلفه را کارند دوین بچک بالی گراب تا چینو کند. واجه کاردوک انگلیسی زبان شاعری و ندکاری کند. من یک کتابا آیا بلوچستان و افریقای تاریخ راج دفتر چمشانکی داتگ و آیا انگلیسی شعر بلوچستان و بلوچانی باروا هورم و بلوچستان و افریقای سیاست دانان و نامداری مردمانی عکسم دیگ بودتگم. کتاب سال 2012 چاپ بودتگ که تانزانیای بلوچ کمیونیتی و منباسه اسلامی بلوچ کمیونیتی ها چاپشین کتگ. واجه کاردوک بونبیه ها چه کسیر کنده بوگه مردمانی. مارچ 2012 که من تانزانیا شدتا یک روچی واجه ابراهیم شیر محمد پس بارگی من روتایند که تانزانیا بلوچ کمیونیتی مستر و پاک واجهین و سرباز دپکار مردمین و دیگه کماشی مردی که نام یار محمدین تو دپکار مردمت هم او داعت کگد. کاردوکا آگندونین دا دل دوستین گپرپ کتو بلوچستان آزادی وداراین که وطی ماتین وطن بلوچستان را بگندید. واجه کاردوکا وطی بونسی ای دالا کد تا هب پشتا آیا وطی پتو پیروکانی نام ای دالا گفت. جعفر، محمد، قادر بخش، گاجیان، عبدو، شهدوست، دورا، شیردل نومه چبوگه مردمان دستبندی کنن که وطی یه سیادا در بگیجن باری کهن تا یه سیاد بگا نیندو کن.